مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. با افزایش اعتراضات مردم در طول این 2 هفته گذشته ما شاهد این بودیم که برای اولین بار در طول این بیش از 40 سال گذشته بسیاری از هنرمندها و سلبریتی‌های داخل ایران هم از اعتراضات مردم حمایت کردن و پست و استوری گذاشتن و واکنش‌های شدیدی نشون دادن. از اون طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم سنگ تموم گذاشتن تا تونستن یه سری از این افراد رو کردن تو گونی بردن، یه عده‌شون رو بهشون زنگ زدن، تهدیدشون کردن و از اون طرف دستوری جدیدن توسط نهادهای امنیتی صادر شده که سلبریتی هایی که دارای محبوبیت و مقبولیت بین مردم هستن ممنوع الخروج بشن از کشور و اگر اونهایی که خارج از کشور هستن برگردن داخل ایران، داخل فرودگاه امام پاسپورتشون گرفته خواهد شد. نظیر مهران مدیری و علی دایی که حالا جلوتر راجع بهش صحبت می‌کنم. اما خبری دقایقی پیش منتشر شد که شروین آقاپور یا شروین حاجی آقاپور یا شروین حاجی پور که به انواع اقسام اسم هم صداش میکنم اما اسم فامیل کارملش شروین حاجی آقاپور هستش، دقایقی پیش با قید وثیقه آزاد شده. این در حالی هستش که در طول یک هفته گذشته بارها و بارها عنوان کردن که قراره که شروین آزاد بشه. شاید کمتر کسی تو دنیا باشه که آهنگ برای شروین رو نشنیده باشه، آهنگی که به طرز عجیب و غریبی بین مردم محبوب شده. این روزها هم خود شروین شده چهره محبوب بین مردم و شاید توی خوابش هم نمیدید که در کمتر از 24 ساعت آهنگش رو بیش از 40 میلیون نفر توی دنیا بشنون و حالا بعد از 1-2 هفته بعد از انتشار آهنگ برآوردها اینجوری هستش که بیش از 1 میلیارد پلی آهنگ شروین رسیده باشه. شاید 1 میلیارد نفر هم شنیده باشن اما 1 میلیارد پلی رو قطعا آهنگ برای داشته، با توجه به اینکه سلبریتی های بقیه کشورها، نه تنها ایرانی ها، سلبریتی های بقیه کشورها هم آهنگ برای شروین رو هم توی کنسرتاشون اول کنسرتاشون پخش کردن و هم توی پیجشون پخش کردن. چند وقت پیش هم عرفان پایدار اومد و آهنگ برای رو به انگلیسی خوند با همون کلمه و کلمه به کلمه و از اون طرف حاصلش چی شد؟ مامورای اطلاعاتی امنیتی ریختن تو خونه شروین، بازداشتش کردن. آهنگ برای رو که بیش از 40 میلیون بار توی پیجش پلی خورده بود رو پاک کردن، خودش رو بازداشت کردن و در آخرین اقدام انقلابی خودشون پیج اینستاگرام شروین رو از دسترس خارج کردن و توییترش هم از دسترس خارج کردن. دمشون گرم. یعنی این حرکت در همه جای دنیا قفل الا ایران که باز این حرکت و هر کسی که تو اون مملکت داره محبوبیت و مقبولیت باشه میگیرن میبرنش و اصطلاحاً میکننش توی گونی و نظیر شروین رو هم داشتیم که حالا البته وکیلش اومد یک بیانیه رو منتشر کرد و گفتش که شروین با قید وثیقه در حال حاضر از زندان آزاد شده و واقعا افتاد توی یک عمل انجام شده. یعنی آهنگ دلی رو خوند و فکرش هم نمی‌کرد بگیره و آهنگ رو واسه دل خودش خوند، ولی خب شد آهنگ نماد تظاهرات مردم که ما داریم می‌بینیم که چه در داخل ایران و چه خارج از ایران یه سری افراد اومدن و دارن این آهنگ رو پخش میکنن تو جای مختلف و یک موسیقی اعتراضی شده. اما از اون طرف یه سری مفتبر و مفتکش هم وجود داشتن. نظیر رادیو جوان که اومد آهنگ برای شروین رو بدون اجازه کتبی خودش گذاشت تو اپلیکیشنش و داره الان پول در میاره از اپلیکیشنش و از این آهنگی که تو اپلیکیشنش گذاشته و بدون اجازه شروین، به جای اینکه بیاد کانال یوتیوبی خود شروین، به جای اینکه بیاد آهنگ شروین از طریق یوتیوبش تبلیغ بکنه، آهنگو برداشته گذاشته توی اپلیکیشن خودش که مفت قضیه رو بره. به این افراد میگم مفبر. خواهشاً اپلیکیشن رادیو جوان اگر داشتید تو گوشیتون پاک بکنید و اینا آدمایی هستن که مفبرن، از همه چیزی میخوان برای جیب خودشون استفاده بکنن. از اون طرف دیجی اومده تو دبی این آهنگ برای شروین رو ریمیکس کرده و مردم دارن هد تکون میدن. بابا تو دیگه چه آدمی هستی؟ مردم دارن با این آهنگ عزاداری میکنن، تو این آهنگ رو ریمیکس کردی که مردم اونجا تکون بدن، هد بزنن. ببینید اینا توی تصویر
یعنی از اون دیجیه که اینو ریمیکس کرده به درد نخور و بیشعورتر اون آدمایی که اون پایین دارن هت میزنن. بابا شما چه آدمایی هستین تو این شرایطی که مردم تو عزاداریان، حالا هیچی رفتی دیسکو اینا دیگه تصمیم خودته، بعد با این آهنگ داری هت میزنی که اونجا نیست یقه این دیجی رو بگیره همونجا جر و جرش بکنه بزنتش کنار بگه بی شور، آخه این آهنگ برای دیجی ریمیکس کردنه. چه هدی هم تکون میدن اون وسط، چی بگم واقعا. بیشتر آدمایی که تو این دیسکو اینجوری میرن دیگه مشخصه دیگه چی میشه گفت راجع به این افراد. این از ماجرای شروین که واقعا هم توی این 10-15 روزی که توی زندان بوده، هر کسی که زندانهای دستگاه اطلاعات امنیتی رو دیده باشه میدونه که واقعا از همه چیز که کلا محروم، یعنی نمیدونه که روزه، که شبه، که صبح، که نمیدونم ظهره، که بعد از ظهر، و کلا دقیقاً الان حال شروین حال اصحاب کهفه. یعنی وقتی که توی یه هفته بیرون بوده آهنگش رو همه جا پلی کردن، همه واکنش نشون دادن و خودش میاد بیرون بعد از یه هفته میبینه که چه حجمی از این اتفاقات و واکنش ها سمتش اومده و چه توجهی داره بهش میشه که در نوع خودش بی‌نظیره. از اون طرف سیاست‌های اون سیستم هم باحال بود دیگه. میاد اینترنت رو قطع میکرد، تا یکی رو بازداشت میکرد اینترنت رو وصل میکرد، خبر بازداشت وایرال بشه، دوباره اینترنت رو قطع میکرد که رو و وحشت و ترس رو بندازه بین بقیه. که البته گفتم دیگه جدیدن یه بخشنامه صادر کردن که بسیاری از سلبریتی ها و این افراد ممنوع کار بشن. از اون طرف برزو ارجمندم که مردم حالا دل خوشی ازش هم ندارن، با توجه به اینکه مردم تو عزاداری و چیزهای مختلف بودن و کف خیابونا داشتن جون میدادن، ایشون رفت بود عروسی ساسی و اونجا داشت هت تکون میداد با احسان کرمی و بعد از اون هم مردم اومدن و از خجالتش در اومدن. بعد اومد این آهنگ برایه رو با خانمش منتشر کرد که گویا مثل اینکه ایشون هم قید ایران اومدن و زده و گویا در حالا فکر میکنم کانادا داره زندگی میکنه و این آهنگ رو گذاشته. میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت به سر بود. بله اینم واکنش برزو ارجمند بود که با این آهنگ اومد واکنششون داد. میدونید که برزو ارجمند فرزند انوشیروان ارجمند هستش و از اون طرف عموی ایشون داریوش ارجمندی که داریوش ارجمند اومده چند وقت پیش توی توییتر و جای مختلف یه واکنشی نشون داده بود و قربونش برم ایشون دکترای و قله های مالوندن رو تو اون سیستم عموی برزو ارجمند در نوردیده و بعد از اونم مردم اومدن از خجالت برزو ارجمند در اومدن و گفتن که برو بابا با اون عموی به درد نخوره تو چه اینو چنانت که به مال اون سیستم و اینا. که برزو ارجمند یه واکنش شدیداللحنی نشون داد و گفتش من اصلا با عموم ارتباطی ندارم و اصلا من کلا عمومو گردن نمیگیرم. ببینید. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم. یه بار دیگه تسلیت میگم به همه هموطنانم و به خصوص پدر مادر عزیز ژینا مهسا امینی. من مزاحمتون شدم برای یه تایم کوتاهی، ازتون یه خواهشی داشتم و یک درد و دلی و اونم اینه که ظاهرا یه توییتی منتشر شده که از یکی از خویشاوندان من و من یه عالم اینجا داریوش ارجمند رو میگیری توییتی از یکی از خویشاوندان، منظورش عموشه. همه دایرکت و پیام دریافت کردم. خواستم همینجا اعلام کنم که اولا که من اصلا صحت و سقم این توییت رو نمیتونم تایید کنم نه تکذیب، به خاطر اینکه رابطه ای اصلا وجود نداره که من بدونم آیا این درست هست یا نه. و نکته دوم این که اصلا به من ربطی نداره، اصلا به پدر من ربطی نداره، به خانواده من ربطی نداره. خیلی از این دایرکت ها و پیام ها حاوی پیام های بسیار زشت و زننده و فوش های خیلی خیلی بدی هست که آدم رو هم عصبانی میکنه هم کلافه، اونم تو این شرایط که قطعا اون کسایی که این کار رو انجام میدن از اون آدم هایی که چنین توییت هایی رو میزنن 100 برابر بدترن، به خاطر اینکه ندونسته و ناآگاه قضاوت میکنن و فوش میدن، اونم به پدری که 8 سال عمرش رو به شما داده و از دنیا رفته.
اصلا یعنی چی؟ اصلا خنده‌دار و اندوهگین و غمناک میشه. اصلا این چه قضاوتیه؟ اصلا به من چه؟ آقا یک بار برای همیشه هر توییتی از هر کی، از دوستان من، از خویشاوندان من، هر حرفی از دوستان من، از خویشاوندان من بیرون بیاد به من هیچ ربطی ندارد. من نظر خودم رو درباره اتفاقاتی که میفته توی صفحه خودم منتشر میکنم و هیچ نظر دیگه‌ای به من ربط نداره. لطفا اینو تمومش کنین که هر دفعه یه حرفی گفته میشه من مورد حمله هزاران پیام قرار میگیرم. آقا به من ربطی نداره، صفحه دارن خودشون، بریم به خودشون اعتراض کنیم. برای چی برای من مینویسین؟ برای چی پدر منو گور به گور میکنین؟ اصلا کی به شما همچین اجازه‌ای داده؟ کی اجازه داده که همچین قضاوتی در مورد من بکنین، درباره خانواده من بکنین؟ مگه من نوشتم؟ آقا من هیچ رابطه‌ای با هیچ کس ندارم. تمام. خواهش میکنم این موضوع رو تمومش کنین یک بار برای همیشه. در ضمن پدر من مرحوم انوشیروان ارجمنده که 8 سال پیشم عمرشو داده به شما. دمتون گرم. مخلصیم. بنده خدا دیگه انقدر بهش فشار اومده بود، دیگه اومد یه بیانیه گفت آقا تو من بکشید بیرون. اون عموم بوده این واکنش رو نشون داده، من نبودم و خواهشم بیخیال این قضیه بشید. اما نفر بعدی که این روزها گفتم دیگه، ما برای اولین بار میبینیم در طول این بیش از 30-40 سال گذشته که سری از سلبریتی ها و فوتبالیست ها داخل همون خاک دارن از اعتراضات مردم حمایت میکنن که پیش از این اتفاقات ما نداشتیم. یکی از این افراد حسین ماهینی بود، چهره دوست داشتنی این روزهای علاقمندان به فوتبال. دیگه فرقی نمیکنه استقلالی یا پرسپولیسی باشن، مثل علی کریمی که هم استقلالیا دوستش دارن هم پرسپولیسیا. حسین ماهینی هم همینطور، به خاطر اینکه اومد حمایت کرد از اعتراضات مردم، دستگاه اطلاعاتی امنیتی اومدن گرفتنش، در حال حاضر به بند 209 زندان اوین منتقلش کردن. از اون طرف بازیکن‌های پرسپولیس در بازی پرسپولیس تراکتور هم اومدن و یک واکنش جنجالی نشون دادن و با هم بازیکن‌های پرسپولیس و هم بازیکن‌های تراکتور می‌بینید اینجا روی تصویر با یه سری مچبندهای مشکی وارد بازی شدن. این در حالی هستش که حالا بریم تصویرش اول ببینیم. من صدا رو هم قطع میکنم که ببینید بعضی از اینجا هم توی این تصویر ما میبینیم بغیر از این ترابی که این روزا مادرش داره مورد عنایت قرار میگیره و خودش فوش خواهر مادر میخوره، بقیه بازیکن‌های پرسپولیس با مچبند مشکی اومدن تو زمین به احترام مردمی که کف خیابون‌ها جون دادن. بغیر از ترابی که جالبه که در دقیقه 88-89 وقتی یه پنالتی به نفع پرسپولیس گرفته شد، برای اولین بار در طول تاریخ بود که طرفداران باشگاه پرسپولیس دیگه نمیخواستن این توپ گل بشه، چون مهدی ترابی پشت توپ بود و میگفتن این مهدی ترابی از ما نیست. ولی از اون طرف اومدن عنوان کردن که حالا میتونیم پخش هم بکنیم، حالا جلوتر میگم دیگه، قطعا خیلیاتون دیدید. 1 ساعت بازی با تأخیر آغاز شد. گزارشگر بازی آقای خیابانی و مجری برنامه آقای احمدی اومدن عنوان کردن که به دلیل اینکه نور استادیوم کافی نیست و ممکنه چند دقیقه بعد از بازی نور افکن‌ها روشن نشه، بازی با تأخیر انجام شه. اما این خبر و این موضوع دروغه، به خاطر اینکه به بازیکن‌های پرسپولیس و تراکتور گفته بودن که باید مچبندهای مشکیتون رو از دستتون در بیارید. اونها هم گفتن بابا سیکتیر بیاد سرشو بگیر. از اون طرف دستگاه امنیتی زنگ زده بودن به مسئولان استادیوم آزادی، گفته بودن که نورهای استادیوم رو حق نداری روشن بکنی، بازی نباید انجام بشه تا این دستبنداشون از دستشون در بیارن. اما بازیکن‌های پرسپولیس و تراکتور مقاومت کردن و گفتن که دستبندامون رو در میاریم. اونها هم خب دیگه به هر حال پخش زنده بود و هزینه بود، مجبور بودن بازی رو انجام بدن، چون ماجرای فیفا و تحریم و چیزای دیگه میومد پس، مثل سگ از فیفا میترسن به خاطر جام جهانی و چیزای مختلف. اومدن و بازی رو انجام دادن. بعد از بازی هم بسیار از بازیکن‌های پرسپولیس، سرپرست پرسپولیس احضار شد. احتمال عوض شدن مدیر عامل پرسپولیس هم هست، یعنی اگر در روزهای آینده خبر رسید که باشگاه پرسپولیس مدیر عاملش عوض شده، تعجب نکنید. اما نفر بعدی که این وسط راجبش صحبت بکنیم، راجب کتایون ریایی و محمود شهریاری هستش که اینها هم در حال حاضر در بازداشت نهادهای امنیتی هستن. محمود شهریاری قبلا سابقه بازداشت داشته، کلا صبح به صبح میره کارت میزنه تو نهادهای امنیتی و خانم کتایون ریایی هم هنوز هم از وضعیتش خبری نیست. سری از سلبریتی ها این وسط بگم که اومدن پیج خودشون رو بستن که شایبه این که بازداشت شدن رو تو فضای مجازی وایرال بکنن
که از اون طرف به حکومتی‌ها بگن که ببین ما به خاطر شما پیجمون رو بستیم، واکنششون ندادیم، مردم رو تحریک نکردیم، به این وریان بگن که ما به خاطر شما رفتیم فعالیت کردیم، پیجمون رو بستن. حالا مثلا یه پست چوسکی گذاشته بوده که نه سیخ بسوزه نه کباب، بعد بگه آره من به خاطر شما این کارو انجام دادم، به فن پیجش هم پول بده که خبر بازداشتشون رو وایرال کنن. این سلبریتی ها و هنرمندا خصوصا خواننده رو به وقتشون برای شما افشا میکنم که اگر کنسرت تو اروپا گذاشتن ایران گذاشتن از خجالتشون در بیاید. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.